1286 قسمت از مباحث آنارکولوژی با محوریت حوزه آنارکو ایتیولوژی روانی سندروم ستیزجو در راستای کالبد شکافی و تبیین سبب شناختی آنارکولوژیکال روانی آن را پی میگیرم. من جلسه پیشین به مبانی نظری و ساختارهای تئوریکی سبب شناختی روانی کل سندروم ها اشاره کردم. به زبانی ساده تر حال میپردازم به سبب ها، اسباب، علل و عواملی که از دید آنارکوایتیولوژی روانی در شکلگیری سندروم ستیزجو از نظر روانی دخیل هستند. من خیلی مقدمتاً و خیلی فوری باید به این مهم بپردازم که هرچه اقتدار اعمال شده از طرف والدین عمیق، قوی و ژرف باشد، بیشتر باشد، به همان اندازه امکان اینکه آدمی تجربه ابنرمال مرضی دریافت بکند بیشتر است، که خب صد البته منجر می شود به رشد عقده قابیل که می تواند بیماری های روانی را تولید بکند با تولید اصلی آرکو انگزایتی، و از طرف دیگر تارتارس به عنوان یک جزیره بالقوه‌ای که دنبال تغذیه هست و باید و رشد دوست داره رشد پیدا کند، حالا باید نه، به شکل طبیعی میگم باید رشد پیدا بکند، وقتی با مواجه می شود با اقتدار افسار گسیخته مستبدانه دیکتاتور معابانه‌ای که تحت عنوان تربیت از والدین اخذ می کند، منجر می شود که تارتارس رشد بیشتری پیدا بکند. وقتی آدمی یه ذره بزرگتر شد و جون گرفت، امکان شکل‌گیری سندروم ستیزجو دامن میزند. خب همه ما به تناسب اطلاعات و دانشمون آگاهی داریم که بچه آدمی در فضایی بزرگ می شود که اختیار و انتخاب و اراده اولیه‌ای که باید داشته باشد رو ندارد. کاملا وابسته محیط هست، کاملا درگیر محیط هست تا بتواند نیازهای زیستی، روانی و اجتماعیش به واسطه والدین پوشش داده بشود. بنابراین بچه‌ای که با تمام وجود وابسته از هر حیث به والدین هست، اگر در یک فضای سالمتر، آزادتر که تجربیات بچه از بیش پا افتاده ترین تا بزرگترین آن در اختیار خودش باشد و به شکل طبیعی حرکت بکند، چالش بکند، دست و پنجه نرم بکند، حرکت بکند، پویایی داشته باشد، به تجارب دست اول دست بزند، به همون اندازه امکان رشد عصیان آدمواری که من ازش صحبت میکنم که سورس سلامت روانی با تولید آنارکو انگزایتیز رشد پیدا میکند. چون من در مورد سبب شناسی سندروم ستیزجو میپردازم، از اون جریان فاکتور میگیرم. بنابراین والدینی که تحت عناوین تربیت، حمایت کردن و مفاهیمی از این دست بچه رو به چنبره خود میگیرند، بچه رو به تسلط خود میگیرند، عمیقاً و قویاً میخوان هدایت بکنن، میخوان راهنمایی بکنن، معلمشون میشوند، بکن نکن، بشین پاشو برو بیا تنظیم بشو، همه کارا رو سعی میکنن تحت لوای تربیت با حاکمیتی که دارن، با قدرتی که دارن، با اختیاری که دارن انجام بدهن. به همون اندازه امکان این که بچه بتواند متناسب نیازهای خود، خواست خود، حال خود، احوال خود و آنچه که دلش میخواهد عمل بکند، بدون در نظر گرفتن که چه اتفاقی ممکنه بیفتد. وقتی جلوش گرفته میشود، ریز ریز تجربیاتی تجربه میکند که مهار شدگیره، عقب روندن نیازهای خود تجربه می کند. یعنی بچه آدمی به تعبیر حالا راجرز در اینجا از دو نیروی اساسی برخوردار است. یک،
نیرویی که هدایت کننده درونی و کنترل کننده درونی است و از طرف دیگر هدایت کننده و کنترل کننده درون بیرونی داریم تحت عنوان والدین. اگر بچه رو ول بکنن، بچه آزاد باشد، بچه رها باشد، فقط مراقب باشند که کارهای خطرناکی احیانا انجام ندهد، اون دو تا نیرو بچه رو هدایت میکنند و کنترل میکنند. اما متاسفانه والدین وارد عمل میشوند، سعی میکنند به وسیله کنترل کننده های بیرونی و فشار کنترل هدایت کننده بیرونی که در اختیار دارند بر بچه اعمال بکنن چون این روشی رو، چون این سبک و استایلی رو. در نتیجه در بچه کنترل کننده و هدایت کننده درونی رشد پیدا نمی کند و به جاش کنترل کننده و هدایت کننده بیرونی حاکمیت پیدا می کند و این جنرالایز می شود در سایر امور. یعنی چی؟ یعنی بچه برای اینکه طرد نشود، تنبیه نشود، عقب رونده نشود، تحقیر نشود و در رأس آنها پازیتیو ریوارد به تعبیر راجرز بگیرد، یعنی ارزش مثبت بگیرد و تاییدیه بگیرد، تصویبیه بگیرد، به به چه چه شنیدن ها رو بگیرد، منجر می شود که نیازهای خود را، حال خود را، هوای خود را، تجارب کردن های خود را، تجاربه آزاد خود را، بیان خود را، پویایی خود را، چالش خود را زیر پا له بکند برای اینکه به تنبیه نشود و از طرف دیگر تشویق بشود از طرف منابع قدرت. اینجا هستش که موجب می شود که مشکلاتی رو عمیقاً بچه تجربه بکند، تجربیات ابنرمالی رو داشته باشد که این تجربیات می توانند تلمبار بشوند، عقده قابیل رو رشد بدهند که بعداً آرکو انگزایتی رو دامن بزند و به تبع آن بیماری های روانی رو ایجاد بکند و یا اینکه تارتارس که محل جمع‌آوری تمام تجربیات ناخوشایندی که خیلی وقتا سابقه اخلاقی دارن جمع می شود. خب طبیعتا مادر تمام سندروم ها و کرکترها و پدیده های غیر اخلاقی است. من وقتی کرکترها رو اسم بردم، اغلب قریب به اتفاق کرکترهای غیر اخلاقی، همونجوری که من به وفور ازش صحبت میکنم، از تارتارس به وسیله سندروم ها شکل میگیرد. اما ممکنه یه آدمی سندروم ستیزجویی، سندروم یا سندروم هایی نداشته باشد مثل ستیزجو، اما صاحب فلان کرکتر غیر اخلاقی هم باشد. کما اینکه آدمی ممکنه بیمار روانی یا صاحب اختلالات روانی نباشد اما فلان سیمتوم یا علایم یا نشانه های فلان اختلال روانی رو داشته باشد. بنابراین اولین و مهمترین علت و سبب در آنارکوایتیولوژی روانی در راستای شکل‌گیری سندروم ستیزجو اقتدار اعمال شده قوی، شدت و ضعفی که ما در نظر میگیریم از طرف والدین است که منجر می شود که آزادی بچه در چالش، در پویایی، در دست و پنجه نرم کردن سلب شده و به تبع آن تجربیات مهار شدگی را تجربه کرده، تجربه بکند که باج بدهد، رشوه بدهد، گردن خم بکند، از نیازهای خودش عقب نشینی بکند تا تنبیه نشود. در این حد من اینجا گفته باشم که می شود یک کتاب 150 صفحه‌ای خیلی راحت فقط به این مورد پرداخت که این کار اتفاق خواهد افتاد. دومین علت یا دومین سببی که منجر می شود سندروم ستیزجو رشد پیدا کند در دوران کودکی به لحاظ روانی مطمئن نظرم است، تجربه کودک مبتنی بر محرومیت عاطفی، فقر روانی خانواده، عدم امنیت در رابطه با منابع، باز هم اقتدار که والدین باشد می باشد. یعنی در این مورد خاص بچه به لحاظ عاطفی روانی اون استکاک لازم ره، اون درگیری صمیمانه لازم ره، اون به صمیمیت محبت آفرین گرم و گیرایی که باید در ارتباط با والدین داشته باشد رو ندارد. در نظر بگیریم بعضی از خانم‌ها هستن به خاطر اینکه وضعیت سینه‌شون فرزند مختل نشه، به خاطر این قصه
دور میکنن از آغوش گرفتن و سینه دادن بچه‌شون که خب صد البته شدیداً و عمیقاً محرومیت روانی عاطفی رو میتواند دامن بزند و این تجربه بغایت شکننده و عظیمی است که ممکنه بچه‌هایی که در اون سن باید در بغل مادر و سینه مادر تغذیه بشوند که صرفاً تغذیه اصلا مراد اصلی نیست. چرا؟ چون الان شیر خشکایی هستن که با شیر مادری تاق میشه زد، برابر هستن، اما موضوع بغل مادر، موضوع سینه مادر، موضوع ارتباط فیزیکی با مادر هستش که اعتبار بی نهایت معتبری دارد و با هیچ کلمه‌ای نمی‌شود جایگزین کرد. خب وقتی هم تجربه‌ای در بچه‌های شکل گرفته باشد یا تجربه‌های مشابه، حالا ممکنه یک مادری سینه شیر نداشته باشد و حرجی هم نیست، اما می‌تواند همون شیر خشک رو بر آغوش خود و در آغوش خود و از آغوش خود به بچه تزریق بکند، انگار که بغل گرفته به سینه‌اش چسبونده و حالا شیشه شیر هم به دهنش میگذارد. بازم این مسئله‌ای که من ازش صحبت میکنم خیلی ساعت‌ها صحبت میشه کرد و منم فکر میکنم قبلا به این قصه ها پرداختم. خب همین یک ماجرا میتواند نطفه‌ای را ایجاد بکند که بعداً امکان این که این تجربه ناخوشایند وارد جزیره تارتارس بشود یا عقده قابیل بشود تا تولید بکند سندروم ها رو یا تولید بکند بیماری های روانی رو بسیار محتمل هست. چرا؟ چون امنیت روانی که بچه در سینه مادر تجربه می کند، در کنار مادر، در کنار پدر، در ارتباط با مادر، در هماغوشی با مادر اتفاق نمی افتد و چون اتفاق نمی افتد منجر می شود که محرومیت روانی در ارتباط با مادر یا محرومیت هیجاناتی که میتواند از مادر بگیرد، خنده مادر، آغوش مادر، گریه مادر، لطافت مادر و پدر هم خب بعد یه مدت کوتاهی از اینها فقیر از آب در میاد و فقر روانی در خانواده را تجربه میکند و عدم امنیت را عمیقا و قویا در ارتباط با منابع قدرتی که بایش بهش بدن ایجاد میکند و در نتیجه منجر می شود که تجربیات عمیق تروماتیک روانی رو تجربه کرده که خب زمین ساز، علت و سبب ساز شکلگیری سندروم ها از جمله سندروم ستیز جو می شود. بچه‌ای که در آغوش مادر 2 سال خفته، 2 سال نفس کشیده، 2 سال حال کرده، 2 سال تجربه شیرین آغوش مادری رو داشته، خب خیلی متفاوت هستش که اگر بچه‌ای از آغوش مادر طرد بشود، کنار گذارده بشود. این که مادر شیر نداشته باشد عرض کردم حرجی نیست، مادر میتواند در بغل خود همون شیر خشک رو بدهد، اما مادری که بچه رو از خودش طرد میکند، به زمین میگذارد که بغلی نشود، در واقع خیانت بزرگی است در حق بچه‌ای که اون بغل و اون سینه به عالم آدم نمی فروشد و تنها مأمن عمیق و مأوای تمام کننده بچه در اون سنین تا سن حدودا 1.5-2 سالگی همون بغل مادری است که عادت دیرینه دارد و از دوران رحمی و دوران جنینی اخت عمیقی با تپش قلب مادر و با حال و هوای مادری دارد. خب میخوام بگم این تجربه وقتی شکل بگیرد میتوان سراغ گرفت سندروم ستیز جو رو. چرا؟ چون بعدها ما علایم و نشانه های سندروم ستیز جو رو میبینیم که من قبلها اشاره کردم، میشود ردیابی کرد به خاطر اون محرومیت هایی که وجود داشت. البته به اتقان و به ضرس قاطع نمیتوان این حرف زد، اما یکی از فرض‌های بنیادینی که ما در آنارکولوژی مطرح میکنیم و من در آنارکولوژی مطرح کردم عمیقاً و قویاً برمیگردد به سندروم ستیز جو. در عالم به اصطلاح غیر مادی هیچ چیز ما نمیتوانیم انگ و انگشت 100% بزنیم و اتقان و متقن بودن رو در آنجا لحاظ بکنیم. یک حدس عمیق علمی است با مبانی تئوریکی که ازش صحبت میکنیم، تبیین‌های تئوریک و نظری که ازش صحبت میکنیم. صد البته چیز واضح و روشنی است و هزاران هزار هم در این مورد خاص ما تحقیقات تجاربی داریم که چسان سینه مادر میتواند فواید فلانی داشته باشه و نیازی هم
هم به باز کردن این قصه نیست. فقط در آنارکوتئولوژی روانی تجربه مبتنی بر محرومیت عاطفی، فقر روانی خانواده و عدم امنیت در رابطه با منابع قدرت میتواند سندرم ستیزجور علت ساز باشد.